یه نکته جالب، ما امروز سری پنیر گرفتیم از اینا. اینکه حالا این پنیر خوشمزه است یا خوشمزه نیست اصلا مهم نیست، و اینکه کارخونه این پنیر کجاست هم مهم نیست دیگه، بالاخره حالا توی کشوری کارخونه هستش. و اینکه چرا اسم این پنیر منشوری در اومده این هم مهم نیست، بالاخره امکان داره اسم یه پروتئین باشه، امکان داره اسم یه مواد مغذی باشه، امکان داره مثلا اسم خود صاحب کارخونه باشه، آقای ایکس مثلا همین پنیر منشوری، حالا که مثال میزنیم. این هم مهم نیست، بالاخره زبون دیگه، زبون کشورها با هم دیگه فرق میکنه. اما زمانی که این پنیر رو بخوای باز بکنی، نگاه کن این الان خط چین باز شدنش اینجاست، این خط چینشه دیگه. این پنیر که بخوای باز بکنی، نگاه کن اثر خط چین، من دارم اینو باز میکنم. این پنیر الان ما باز کردیم دیگه، پنیر در میاریم. این چی در میاد از داخل این پنیر؟ چرا این باید اینطوری بشه؟ چرا باید این زبون مشترک همه دنیا باشه؟ چرا باید این کار بکنه؟ این الان زبون مشترک همه دنیاست دیگه، چرا باید اینطوری باشه؟